أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنده میخواهم به سمع شما باز یک خیانت و یک دروغ و فریب و نیرنگ و یک کذابی و تدلیسی مدلس، خائن، بیناموس، بشرف ابو تکفیری ابو محمد مدنی اسکندر را به سمع شما برسانم. ابو محمد مدنی تکفیری خوب میداند که نسبت به ما یگان ویدیو کرد، ما اون ویدیو را چقدر دقت میدهیم و عباره های گفتهش از غلبال گذرانیده می شود. اما این ابو تکفیری به ناموس کی هست، به عار کی هست، به شرف کی هست، براش فرق ندارد که ما غلط چه می قپیم، ما خیانتاش آشکار میکنیم، ما خبیث بودن ای را آشکار میکنیم. برای این ابو تکفیری این چیزها مهم و لازم و درکار نیست. اما برای شاید بسیاری از شاگردانش بفهمند، بسیاری از طرفدارانش بفهمند که این ابو تکفیری از خری خانگی دیده جاهلتر و بیسوادتر می باشد. پس بیایید برادران عزیز و مهربان ابو تکفیری را گوش میکنیم. ابو تکفیری چی میگوید؟ اولا من پیشکش شما بگردانم ویدیو صحیفه ای که ابو تکفیری میخواند. ببینید اینجا است که ابو تکفیری خواندن شروع میکند. ابو تکفیری از همینجا خواندن شروع میکند. دیدید؟ فمن ارتکب. اکنون دقت بتید ابو تکفیری چی میخواند. بیا ابو تکفیری بخوان کو، کتاب در پیش ما هوی است. ای جاهل، ای گمراه، وای به حالت. خیانت حال چتر آشکار میکنه. گوگل در تعجب مانده است. در خیانت ابو تکفیری گوگل در تعجب مانده است. گوگل کارا بس میکند. بیایید ابو تکفیری بخوان. عبدالله ابا بطین رحمه الله میگن که اولا عبدالله ابا بطین نه، بطین نه، ابا بوطینش بگو یا ابو بوطینش بگو. بوطین، بطین نه. ای جاهل. حالا یک ویدیو خاص دیگر میشه در خطا کردن نام راویا که تو، من باور دارم که در یک درسی عبدالمحسن عباد در درس حدیث ششتگی نیست. رو تسیا میکنی بخاری و مسلم و سیته و 14 گفته سای 9 و 14 گفته سای رو تا از اینجا تا قیامت تسیا میکنیم. آشکارت میکنیم که تو بخاری را در دستت گرفتگی نیستی، راوی های بخاری را درست تلفظ کرده نمیتونی. ای جاهل. حالا ویدیو رو بعد انتظار باش. خب بیا دوامش. این ویدیو خاص میشه و این نام ها، اما دوامش کو بگو. زمانی که پرسیده شد که یک انسان معین به عینش تکفیر کرده می شود زمانی که یک مکفرات رو به جا می آورد، شیخ گفتن که خب تا اینجا گپی تاجیکی گفتی، یک مکفرات را به جا می آورد، نگاهش میکنیم، اگر که معذور نباشد، عذر نداشته باشد، اگر اون کاری که ارتکاب شده است از کاری تکفیر کننده باشد، انسان را به کفر بکشد، بله کافرش میگیم. این به زبان تاجیکی گفتی، به زبان تاجیکی جواب تا بگی. اگر که اون معذور نباشد. ای ابو تکفیری. خب بیا دوامش. شیخ گفتن که فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره. خب دقت دادید؟ از اینجا خواندن شروع کردنه. فمن ارتكب شيئا من هذا النوع. این اصلا فإن ارتكب گفت، این قدرش هم میبخشیمت برای تو ابو تکفیری. او حسنه را ترک کردی، اینم میبخشیم ابو تکفیری، ما میبخشیمت. خب فهذا از اینجا با خواندن شروع کردی. فهذا لا شک فی کفره. تا اینجا درست. اینجا دو غلط، این غلطات عفو شد، بخشیده شد. دوامش بخوان. دوامشه. ولا بأس بمن تحققت منه اشياء من ذلك ان تقول كفر فلان بهذا الفعل. دقت دادید؟ تا اینجا را خوند نه؟ این باره ها را خوند. گفت که از اینجا ولا بأس بمن تحققت منه اشياء من ذلك.
تحققت منه اشیاء من ذلك ان تقول کفر فلان بهذا الفعل. تا اینجا را خوند. دقت دادید؟ انا اکنون اجارت ببینید برادران، دقت دید. یبینو ابو تکفیری چی میخواند؟ بخوان ابو تکفیری. دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة، دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. دیدید چی گفت؟ دون اشتراط حكم القاضي و اقامت الحجه. این عبارهش ببینید، این عباره هسته که ابو تکفیری خواندش. دیدید عباره را در کتاب نیست. این عباره یکم که در کتاب نیست، در این صحیفه نیست، در کل کتاب نیست. دوم در یگان کتاب های حتی ابو تکفیری وجود ندارد. تکفیری عربه چقدر کتاباش ابو کو این گپ نمییابی. سیوم در سایت های ابو تکفیری این گپ وجود ندارد. چهارم در یگان جای گوگل این گپ وجود ندارد. گوگل در تعجب ماند. گوگل ارزش همه نیست، میگه من بس میکنم همه را در ابو تکفیری میسپارم که این هر چی را میتونه اختراع بکند، هر چیز. دیدید؟ این را گفت. اکنون دیدید اینجا در کتاب چی سر میشود؟ یبینو هذا، شروع میشود، یعنی بیان کرده میشود این. اکنون ابو تکفیر این را نگفت. ابو تکفیر چی گفت؟ ابو تکفیر میگه که دون اشتراط حکم القاضی. اکنون چی معنی دارد؟ یعنی که شرط نیست حکم کردن قاضی. معناش همین است که قاضی دیگر حکم در کار نیست، قاضی حکم نکند، یگان طالب علم هم حکم نکند، یگان اهل فهمیش حکم نکند. فقط ابو تکفیری ها بی سواد یک سوره از قرآن نمیدونن. در تای کامنتر رو ببینید، از انا همین بافت های ابو تکفیری میگیرن که همین تاج است که اگر ابو تکفیری بگو تو را در جاش حکم میکنن که تو مرتد هستی. از کجا گرفت این گپا؟ این گپا از همین بافت های ابو تکفیری. ابو تکفیری خودش اسکندر ابو محمد مدنی اینقدر جرأت میکند برای تکفیر کردن یک بی سوادی جاهل. از کجا میگیرد؟ از همین بافته هاش. دیدید؟ یعنی که حکم قاضی شرط نیست. قاضی یک انسان دانشمند، یک انسان معلومات دار، دیگر میگه اون را حکمش میگه شرط نیست، خلاص. همین دیدی چه او آدم در کفر یا که محقولت نشید حکم به کفرش. که چطوره که امروز ابو تکفیری ها طالب علمای اهل سنت و پیروان اهل سنت و مردم اهل سنت را چقدر حکم به کفر کردیسن. از همین گپ میگیرد. این یک گپ. باز شرم نداشته یک گپ دیگر علاوه کرد، گفت و اقامت الحجه. و اقامت الحجه را معنیش چیست؟ یعنی که ابو تکفیری میگه که شرط نیست که اقامت حجتش کنی. یعنی از جاهل دیدی شرک میکند برای تکفیرش کن، خلاص ابلاغ حجتش نکن، حجت نرسون، میدانه نمیدانه خلاص بگو کافر است. الله اکبر. اکنون این گپ دیدید از کجا گرفته؟ یعنی از بافته ابو تکفیری. چرا گفتم که این در یگان کتاب ها وجود ندارد. این گپ در یگان کتاب نیست. با این تکرار میکند. نه بیا دو سه بار گوش کنیم تکرار کردنشه. با چقدر دقت میتید، اهمیت بتید. دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة، دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. دیدید؟ دون اشتراط حکم القاضی و اقامت الحجه میگه. باز تعجب میکنه نه دروغ و فریب شیطانیشه. دون اشتراط حکم القاضی و اقامت الحجه باز تکرار میکند. برای چی؟ به خاطر اینکه گپ علاوه کردگی خودش است، موافق به اعتقاد خودش میشود. برای همین این گپ ابوبطین نیست، این گپ یگان عالم نیست، این گپ یگان تکفیری غیر از ابو محمد نیست. این گپ یگان در گوگل وجود نداره. این گپ رو، این گپ در گوگل وجود ندارد. الله المستعان. دیدید این چیکار میکند؟ ای برادران، ای دوستان، ای شنوندگان محترم، بشناسید این جاهل را، بشناسید این ابو تکفیری را، بشناسید این گمراه را. ای ابو تکفیری ها، قبراتون کو بروید با
کارد بکنید، با نوک قاشق بکنید، خطانه تای خاک کنید دیگر هیچ کس شما را نبیند. ای جاهلا، یا زودتر نه با قاشق بکنید دیری بعد میشود اکسکواتر از دکاس کنید، رفته تیز دبه کنید، تیز تای خاکتون کند، برینگ گم شین همتون. الله بگیرتون قطعی این کاری کردگیتون، قطعی اون استاد آوردگیتون، قطعی این دکتر، قطعی این ماجستر، قطعی این کسی که چند سال عربی تعلیم گرفته است در دولت عرب در مدینه رفته است، اونیورسیته مدینه را خونده است، چی یاد گرفته است؟ عبارش ببین: دون اشتراط حکم القاضی و اقامت الحجه. این را یگان کس، یگان مذهب، یگان طایفه، یگان عالم، ای کدام گروه باشه دیگه گفتگی نیست غیر از ابو تکفیری، غیر از اسکندر، غیر از ابو محمد مدنی جاهل. الله المستعان. دیدید؟ بیایید دوامش رو گوش میکنیم. اکنون عبارهایی که شما میبینید در اینجا، ابو تکفیری اگه خیز میگیرد، خلاص تا اینجا را خواند و چیزی در کارش خوش کرد، نه اکنون خیز میگیرد، ببینید کجا میرود. دقت بتید. و کلام العلماء فی تکفیر معین کثیر. دقت به کجا رفت. و کلام العلماء، هی این اینجا من یکنید، بیاد دقت بتید گوشش کنید. و کلام العلماء فی تکفیر معین کثیر. دیدید؟ و کلام العلماء فی تکفیر معین کثیر. اینقدر جورا پرتافت. با یک شرط پرتافتن جایز است، اگر که معنا غلط نشود، اگر که تو اونجا را دلیل گرفته ایستاده باشی. اما ابو تکفیری ببینید چیکار کرد. یکم که در این قدر جا عبارای نادرکاری در نزد ابو تکفیری پرتافت، گپای ابو بطین رو عبارای درکارش آورد جا کرد در اینجا، دون اشتراط حکم القاضی و اقامت الحجه گفته جا کرد، خلاص دیگه گپا در کار نیست. و کلام العلماء فی تکفیر المعین کثیر. بیا دوامش گوش میکنیم. ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني. دیدید؟ ولا مانعه کجا شد ولا مانعه؟ اکنون با از اینجا کثیر گفت ولا مانعه بتكفير، ولا مانع بتكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زان. دیدید؟ تو اینجا را خوند، نه؟ تو اینجا را خوند. بیا برو گوشش کنیم. ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني. دیدید؟ کجا را خوند؟ چطور عباره خونی میکنند؟ دیدید شما چی کارها میکند؟ این اشکال ندارد اگر که معنا غلط نشود، لیکن ابو تکفیری حتی عباره‌ای ابو بطین رو نخوند، از پیش خودش کلمه درکاریش باز تکرار کرد. نه بیا بار دیگه هم جای لازمه را گوش کنیم چه تکرار میکند. بیا بگو ابو تکفیری. دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. دیدید؟ باز تکرار میکند، باز فخر میکند، باز قزیقش میکند. نه الله المستعان، الله المستعان. انا اکنون بیایید یک بار از اول ابو تکفیری این را میخواند، دقت بتید. عبدالله ابا باطین رحمه الله میگن که زمانی که پرسیده شد که یک انسان معین به عینش تکفیر کرده می شود زمانی که یک مکفرات رو به جا می آورد، شیخ گفتن که فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني. کتاب الرسائل مجله اول صفحه 657. دقت دادید؟ کتابی چی گفت؟ کتاب رسائل. نه بیا رفتیم اول کتاب مجموعه الرسائل و مسائل النجدیه. دیدید؟ همین کتاب جزء اول گفت. نه این جزء اولش. دیدید؟ جزء اول صفحه چند گفت؟ 657 گفت. نه صفحه 657. ببینید صفحه 657 رفتیم. ببینید این صفحه چنده؟ 657. اهمیت دادید؟ صفحه 657. بیا دوامش میریم. اینجا شروع میشود گپ. ببینید جای خوندگی ابو تکفیری رو دیدید؟ دیدید ابو تکفیری چیکار کرد؟ این خوانده های ابو تکفیری است که جاها را خواند. اکنون توضیح دادیم و بیان کردیم
و این عباره محقولی و این عباره لازمه ابو تکفیری رو ببینید. این عباره ابو بطین نیست. ای ابو تکفیری، شرمنده، گمراه، جاهل، اینقدر خیانتات آشکار میکنن، تو چنان بیناموسی هستی که باز خیانت. دزد قد تو بیناموس نیست. بیناموس ها نمیتونن بیناموس نیستن ای ابو تکفیری. بیشرف ها نمیتونن بیشرف نیستن ای ابو تکفیری. الله پناهت یاد از شر تو ای ابو تکفیری. خب این بود باز یک خیانتی شاخدار و یک خیانتی بزرگی ابو تکفیری. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.